هیچ گاه جنایت به جزا نخواهد ماند. دیر و یا زود نفر جنایتکار دستگیر و در نزد قانون جواب خواهد گفت. زدم جایت زدم اصلا دیگه شنف همین. محض با مساعدت شهروندان و کارکرد اخباراتی وارد گردیده از جانب کارمندان شعبه کوفتکوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جنایت قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که 15 ینوری سال 2024 در کوچه یکچینار شهر دوشنبه صادر شده باعث جراحت برداشتن راننده شرکت یک تاکسی بیکوف ضیاءالدین گردیده بود آشکار کرده شد. حادثه مذکور اهمیت وسیع جمعیتی پیدا نموده اخیراً جنایت آشکار و عدالت برقرار گردید. معین کرده شد که جنایت مذکور را شهروند غازیوف عبدالجبار عبدالغفورویچ سال تولدش 1999 ساکن ناحیه رودکی صادر نموده است. نامورده سابقه جنایتی داشته قبلا با جرم دزدی به مدت طولانی محبسی گردیده است. ضمن تفتیشات معین کرده شد که غازیوف عبدالجبار بعد از صادر نمودن جنایت مذکور آخرهای ماه ینوری سال 2024 در حدود ناحیه رودکی برای صادر نمودن سلسله جنایت‌های دزدی دستگیر گردیده با حکم سود همین ناحیه روانه محبس کرده شده است. من پدر بیکوف ضیاءالدین با تمام ملیسیای شهر دوشنبه میnnatdori خدمت میرسانم که ما باوری کامل داشتیم که همون جنایتکاری که بچه من با کارد زخمی کرد دیر یا زود پیدا کرده میشه و در نزد قانون جوابش میگه. از جانب کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت تمام دلایل‌های جمع آورده شده مورد سنجش قرار داده شدند که به این جنایت مدهش دست داشتن غازیوف عبدالجبار را ثابت ساخت. همزمان ضمن پرسش خود او نیز پرره به جنایت صادر نموده خود اقرار گردیده سبب دست به این کردار زدنش را چنین شرح داد. مثلا سومام نرسید اونجا سوم کم بود مثلا با مقصد گرفتن تاکسی با این حالت آوردم به جا آوردم با این تانکوچه آوردم که به حالت گرفتن مقصد گرفتن داشتم سوم نداشت کپامون گرفت مثلا در پیش بود من در قفا شیشتگی بودم اون موقع قفا ایستادم و زدم امورا یک طرف هم دستش زدم. این زمان نسبت او طبق طلبات ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است که جزای آن به جزای از جنایت‌های دزدی گرفته‌اش ضم خواهد شد. در نوبت خود رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از اعتماد و باوری و همکاری دائمی به شهروندان اظهار سپاس می‌نمایند.